سلام بچه ها. این بخش رو میخوام با کلاس ریاضی 4 دبستان شروع کنم. فصل 1 ریاضیش رو میخوام با هم کار کنیم. من مباحث مهمش رو با هم کار میکنیم، آموزش میبینیم. بقیه‌اش رو دیگه خودتون تو خونه سعی کنید حل کنید، چیزی نداره. من سعی میکنم مفهومی کار کنم که بقیه‌اش رو انشاءالله خودتون میتونید انجام بدید. اول از همه منو سابسکرایب هم کنید، لایک هم کنید و هر سوالی دارید تو کامنت ها حتما از من بپرسید. من جوابتون رو مطمئن باشید. خب یه چند تا سوال از این صفحات با هم کار میکنیم، بعد میریم مدل فصل رو کار میکنیم که مهمتره و انشاءالله یاد بگیرید. این سخت نیست. خب اول از همه داره الگویابی رو یاد میده. بچه ها الگو رو باید بفهمیم یعنی چی. الگو یعنی یه رابطه، یعنی یک چیزی که بین مثلا شما 4 تا 5 تا یه تعدادی مثلا انسان هست، یه چیزی داخل اینا همه مشترکه، یه چیزی که داخل همه‌شون مشترکه. اون اشتراکه رو در میاریم و بهش میگیم این الگوی بین اینها برقراره، یعنی یه رابطه بین آنها. این الگو هست که با هم کار میکنیم. الگو یعنی رابطه بین رابطه همون مشترک یا اشتراک هست که میگیم بین چند تا چیز شما بتونیم به دست بیارید. من سریع عرض میکنم دیگه این چیزی نداره. مثلا سوال داده گفته 60 20 بعد عددهای بعدیش رو به دست بیارید. بچه ها اینجا خیلی راحته. شما ببینید از این عدد اولیمون 100، عدد دوممون 200. این 100 چی بهش اضافه شده؟ 200. 100 تا بهش اضافه شده 200. عدد الان رابطه هم به دست نمیاد. باید ببینید باز بقیه چیزا داریم، بعد اشتراک‌هاشون رو در بیاریم. بعد می‌بینیم از 200 تا 300 چی تغییر کرده؟ بچه‌ها که اینم 100 تا اضافه شده. خب این از اینم 100 تا اضافه شده. همینجا به همین ترتیب نگاه می‌کنیم چیزا بهشون اضافه شده. بچه‌ها ما همین الان تونستیم رابطه رو به دست بیاریم. رابطه چی بود؟ این عدده به علاوه 100 میشه عدد بعدی. عدد هر چی بود به علاوه 100 مساوی با عدد بعدی. این رابطه‌ای که بین اینا برقراره بچه‌ها، این الگویی که بین اینا برقراره. با این رابطه شما هر عددی که بهتون بده خیلی راحت می‌گیرید. مثلا عدد 300، ما عدد 300 داریم، میخوام عدد بعدیش رو دست بیاریم. بچه‌ها به علاوه 100 میکنیم مساوی با 4 عدد بعدی به دست میاد. خب این از این بچه‌ها راست من باید سریع بچه‌ها گفته گسترده هر عدد را بنویسید. ما یه عدد داریم 56 53 صفحه 5 کتاب ریاضیتون 53 670. بچه‌ها گسترده‌اش رو میخواد بنویسید. گسترده. بچه‌ها گسترده یعنی چی؟ گسترده یعنی که بازش کن. یعنی این الان بزرگه واسه من، اینو بازش کن تا من بفهمم از چه عددها تشکیل شده. بچه‌ها برای گسترده نویسی ساده ترین روش چیه؟ بچه‌ها میگن چیکار می‌کنید؟ از این عدد سمت چپی اولین عدد 5
بچه‌ها بقیه این اعداد رو به صفر تبدیل می‌کنیم. صفر 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 صفر. این عدد. بچه‌ها میایم عدد بعدی. چند مون این عددی؟ بچه‌ها عدد اولش چیه؟ 3. 3 رو می‌نویسیم. بچه‌ها بقیه‌اش رو به صفر تبدیل می‌کنیم. صفر صفر صفر. بچه‌ها میایم عدد بعدی. عدد بعدیمون چیه؟ 6. 6 رو می‌نویسیم. خب چیمون؟ اعداد بعدی رو به صفر تبدیل می‌کنیم. صفر صفر. بچه‌ها میایم عدد بعدی. عدد بعدی چیه؟ 7. 7 رو می‌نویسیم. بچه‌ها هر چیمون به صفر تبدیل می‌کنیم. بچه‌ها عدد بعدیمون چیه؟ عدد بعدی نداریم. این گسترده این عدده. بچه‌ها الان این عدد از این اعداد به وجود اومده. یعنی چی؟ یعنی این اعداد با هم جمع شدن اون عدد بالایی. 50,000 به علاوه 30,000 به علاوه 600 به علاوه 70 مساوی با این عدد بالا. و همین راحتی. حالا شما اگه بخواید اینو تو جدول ارزش مکانی هم ببرین خیلی راحت میبرین. حتی دقت کنید یکان بعد شما سالهای قبل خوندیم یکان. من اینا رو مخفف یه رو دارم یعنی یکان. دهگان صدگان. بچه ها بازم ما همین ادامه میدیم. 2 مرتبه از یکان شروع میکنیم. یکان دهگان صدگان. بچه ها ولی اینا یه فرق با هم دارن. ما از این یکانه میریم تو قاطیه چی میشیم؟ هزاریا میشیم. یعنی از اینجا دیگه ما نمیگیم یکان، ما میگیم یکان هزار. یکان هزار. نمیگیم دهگان خالی، میگیم دهگان هزار. نمیگیم صدگان خالی، میگیم صدگان هزار. یا یکان دهگان صدگان، یکان هزار دهگان هزار صدگان هزار. بچه عددمون 1 2 3 5 رقمیه. از سمت راست میون شروع میکنیم. یکانش چنده؟ 8. دهگانش بچه ها 70. صدگانش بچه ها 6. همون 600. یکان هزارش چنده؟ 3. دهگان هزارش چنده؟ 5. 53,000. بچه ها ببینید 53,000 هزاریه تموم شد. 53,678 به همین راحتی. بعد اون وقت شما سوال میگن این عدد رو میگن شما یکان هزاره این عدد چنده؟ فوراً جدول ارزش مکانی میکشید. این عدد میبرید توی جدول ارزش مکانی. فوراً میگه یکان هزار این عدد 3. بچه ها میپرسن صدگان عدد چنده؟ دیگه نمیده داخل هزار تا یاد. صدگان اینجا میره میگه 6. تمام شد رفت. میریم سوال بعد. بچه ها یه توضیح بدم بهتون. بچه ها گفته که جاهای خالی را پر کنید. جای خالی را پر کنید. بچه ها سوالش اینه
اینجا گفته ضرب در 3. باز 2 مرتبه داده منهای 2. باز دوباره جذر. ضرب در 3 منهای 2. خب بچه ها اینجا ما عدد داده 4. اینجا عدد داده 13. اینجا عدد داده 10. تمام. بچه ها ببینید ما اینجا 4 داریم. ما یه سری عدد داریم داخل یه دستگاه میکنیم. بعد به قول معروف ورودی داریم، یه عدد ورودی داریم به یک دستگاه میدیم. دستگاه میاد با این عدد کار میکنه به ما یه خروجی بهمون میده. اون خروجی میشه جواب ما. بچه‌ها ما اینا ورودی همونه. البته میشه این طرف هم ورودی در نظر گرفت مثلا چیزایی ما فرض میکنیم در خروجی. اینا خروجی. بچه‌ها گفته ورودی 4. 4 رو گفته شما اینجا ضرب در 3 کن. منهای 2 کن. هر کی شد بنویس اینجا میشه خروجی ما. بچه‌ها اول باید ما 4 رو اینجا ضرب 3 کنیم. میشه چند؟ 4 تا 12 تا. بچه‌ها از این 12 تا بعد 2 تا باز کم کنیم. 2 تا کم کنیم می‌نویسیم جلوی 4. میشه چند؟ میشه 10. به همین راحتی. بچه‌ها باز داده 10 و ضرب در 3 کن میشه 30. 2 تا ازش کم کن، منهای 2 کن میشه چند؟ میشه 22. بچه‌ها اینجا برعکس مونه. 13 خروجی مونه. ما باید ورودی رو دست بیاریم. ورودی رو دست بیاریم. بچه‌ها ما برعکس کار میکنیم. 13 رو به علاوه 2 میکنیم میشه چند؟ یه عددی بوده بچه‌ها بهتون بگم زیر. یه عددی بوده اینجا قرار داشته. این عدد ضرب در 3 شده. منهای 2 شده 13. حالا ما این عدد رو داریم. خوب فکر کنید یه عددی که ضرب در 3 شده. ما دیگه فکر کنید یه عدد بوده که ضرب در 3 شده. منهای 2 شده جوابش شده 13. خب همینجا ما میگیم این چه عددی بوده؟ این چه عددی بوده که منهای 2 شده که شده 13. منهای 2 شده 13. بچه چه عددی بوده؟ 2 تا عدد کم شده 13. تو اینجا مشخص دیگه 15. این بوده 15 بوده که منهای 2 شده 13. بچه اون چه عددی بوده؟ اینجا بوده ضرب در 3 شده 15 رو. بچه مشخص دیگه 5 بوده. به همین راحتی شما میتونید ذهنی جواب رو دست بگیرید. خیلی راحت. نیاز نیست فرمول خاصی نداره. چه عددی بوده؟ اینجا عدد رو دست بگیرید که 15 بود. من چه عددی بوده ضرب در 3 شده 15. خب 5 تا 15 تا. این از ورود بسید. خب بچه ها با ما سوال داده یه همچین عددی که این بزرگی داده. گفته شما اینو جمعش کن. با ما یه عدد بده. ما چی کار میکنیم؟ بچه ها دست بیچیزه نکنید. بیان خیلی راحت اینو جواب رو دست بید. ما بزرگترین عدد داخل اینا رو می‌نویسیم. عددی که تعداد ارقامش رقمات از هم بیشتره. چیه؟ اولین عدد 7 1 2 3 4 5 5 هم صفر داره. 1 2 3 4 5
خب این که همین عدد بچه ها میان میرم روی عدد بعدی. عدد بعدی میبینیم هست 20,000. بچه ها عدد بعدی رو میبینید صفراش چند تایه. از سمت چپ صفراش رو کم کن از اینجا. بعد عدد رو بینید روی همین عدد بچه ها 1 2 3 4 تا صفر داره. من 1 2 3 4 تا صفر اینجا پیدا میکنم. بعد عدد صفر پنجمم دوه. بچه ها من اون صفر پنجم دو ما قرار میدم به همین راحتی. 1 2 3 4 5 من اینجا میام دو قرار میدم. میریم عدد بعدی. بچه ها عدد بعدیمون 4 رقمیه، یعنی 4 تا صفر. میای نگاه میکنید چند تا صفر داره. 3 تا صفر داره با یه عدد. 3 تا صفرمون عدد رو پیدا میکنیم از سمت راست کنیم. 1 2 3 عدد پنجمون رو کدوم صفر قرار داره؟ صفر چهارمه. بچه ها میگن این صفر چهارمون رو پنج قرار میدیم. 1 2 3 4 یعنی اینجا. همین راحتی باشه. بچه ها عدد بعدی 600 3 رقمیه. 3 تا صفر. 3 تا صفر. بچه ها میان یا کنیم شیشمون رو کدوم صفر مونه شیشمون؟ 1 2 روی صفر سومه. بچه ها 1 2 صفر 3 صفر روی صفر سومون میان شیش قرار میدیم. عدد بعدیمون دو رقمیه. بچه ها 80. میخوام ببینیم 8مون رو کدوم صفر قرار میگیره؟ دو رقمیه. صفر اول صفر دوم. بچه ها صفر اول صفر دوم روی صفر دوم میان 8مون قرار میدیم. بچه ها یه عدد دیگه مونده، یه 9 مونده، یه صفر روی صفر آخری قرار میگیره، روی عدد آخری قرار میگیره 9. تا همین راحتی ما عدد مونده میگیره. خیلی راحت. بچه ها مرحله بعدیمون کمتر بیشتر مساویه. عدد داده 96 57 96 49. بچه ها چجوری مقایسه میکنیم؟ کمتر بیشتر مساوی. اول میایم از سمت چپ عدد اولمون رو نگاه میکنیم، با هم مقایسه میکنیم ببینیم کدومشون از هم بزرگتره. بچه ها این نوعه از کاری نمیشه کرد. میریم عدد بعدی. بچه ها عدد بعدیمون 6. میخوایم ببینیم کدوم عدد بزرگتره. بچه ها هر دوتا 6 پس اینم بارش نمیشه کرد. میریم به عدد بعدی. بچه ها عدد بعدیمون میبینیم کدومشون بزرگتره. 35 اون 4. بچه ها کدوم بزرگتره؟ 5 بزرگتره یا 4 مشخصه دیگه 5. پس وقتی 5 بزرگتره بعد عددی که 5 یعنی عدد بزرگمون قرار داره میشه عدد بزرگترمون. به همین راحتی. یکی دیگه عمل کنم. بچه ها 21 348 صفحه 18 کتاب هست. 97 80. بچه ها اینجا ببینید اینجا باید توجه کنید اینجا چند رقمیه. ما اینجا عددمون مساوی بود 4 رقمی بود. اینجا فرق میکنه بچه ها. اینجا عددمون ببینید این 4 رقمیه این 5 رقمیه. بچه ها عددی 5 رقمیه خب مشخصه بزرگتر از عدد 4 رقمیه. اصلا یاد هیچ کاری دیگه نداره. تعداد ارقام رو بشمار اونی که ارقامش بیشتره بزرگتره. بچه ها اصلا یاد هیچ کاری نداره. تمام. بچه ها بذار یکی دیگه میگن که تعداد ارقامش مساوی میشه 51 87 52 98. بچه ها عدد اولمون مساویه. بذار من اینو 4 بکنم. بچه ها این 4 باشه کدوم عدد بزرگتره؟ عدد اول با هم مقایسه میکنیم. هر کدوم بزرگتر بود هم بزرگتره. مشخص 5 بزرگتر از 4. پس این عدد هم بزرگتره. بچه ها من اینو 5 میکنم مساوی میکنم. بچه ها عدد اولمون مساویه.
میریم عدد بعدی یکی این دوه. بچه این یکی این دوه، هر عدد بزرگتر بود این عدد بزرگتره. بچه این بزرگتره. بچه اینجا میایم تمام عدد با هم مقایسه میکنیم. 5 با 5 مساویه، 1 با 1 مساویه، 8 با 8 مساویه، 7 با 7 مساویه. خب پس این عدد با هم مساویه دیگه. نیاز هیچ کاری نیست. همین راحتی. حتی مبحث آخر این فصل جمع و ترتیبه. خب ما همچین عددهایی داریم گفته اینا رو با هم جمع کنیم بچه‌ها. به علاوه جمع. بچه‌ها در جمع و تفریق اعداد اولا من ازتون خواهش میکنم، اولا گفتم که با میتونید تمیز بنویسید بچه‌ها. تمیز بچه‌ها زیر هم بنویسید. ازتون خواهش میکنم، شما اول راهی خواهش میکنم همین زیر هم بنویسید رو. بعد راحت خودش حل میشه، نیاز هیچ کاری نداره. اگه زیر هم ننویسید بچه‌ها مطمئن باشید جواب اشتباه می‌نویسید. خب ما باید عمل کنیم. 74 2 3 بعد بچه‌ها عدد بعدی رو از سمت راستیمون می‌نویسیم به این ور. صفر رو بنویسید. 1 2 3 بعدی رو بنویسید واسه اینکه زیر هم میشه. چرا می‌نویسید؟ چرا این کار کردم؟ واسه اینکه از زیر هم بنویسم بتونم جواب بنویسم. بچه بقیه‌ش هم خیلی راحته. 1 به علاوه 0 1، 0 به علاوه 0 0 0، 2 به علاوه 5 7، 4 به علاوه 3 7 7. اصلا اونجا عدد نداریم. وقتی عدد نداریم 0 چه باش که نباشه ما همین 7 میاریم کنیم. این عددی که به دست میرسه به همین راحت. یه منها رو عمل کنم. گفته 97 1000 منهای 231. خب بچه اول میان زیر هم می‌نویسیم. عدد اول رو می‌نویسیم. عددی که بزرگتره رو می‌نویسیم. 97 منهای عدد بعدی رو از این وکیل می‌نویسن. 3 تا 0 داره، 1 داره، 3 داره، 2. بچه‌ها حتما این کار رو بکنید. همین کاری که میگم عدد اول بزرگتر می‌نویسیم، عدد بعدی رو از این وکیل می‌نویسن. باید هم کم می‌کنیم. 5 مناسب 5 0 0 6 منهای 1 5 7 منهای 3 4 9 منهای 2 7. خب بچه‌ها این از این فصلمون فقط مرور فصلمون من سعی میکنم که جلسه بعدی شده با هم حلش کنیم، چون دیگه جلسه همون طولانی شد بچه‌ها. خیلی ممنونم، متشکرم که تا اینجا با من